تو هم اگه 206 یا 207 مدل 96 به بالا داری و صفحه کلاج ماشینت زود خراب میشه، تا آخر این ویدیو همراه من باش. روی خودروی 206 دو مدل ما سیم کلاج داریم، یه مدل رگلاژ اتوماتیک و یه مدل رگلاژ دستی که هر کدوم این سیم کلاج‌ها مزایا و معایب خودشو داره. نمونه‌ای که اینجا مشاهده می‌کنید نمونه کابل رگلاژ اتوماتیکه که ما نمیتونیم به صورت دستی این کابل رو رگلاژ کنیم و تمام عملیات رگلاژ کلاج توسط این فنری که داخل مجموعه پوستی کلاج طراحی شده انجام میشه. باگی که این سیم کلاج داره، فنر همیشه یه نیروی رو به مجموعه سیم کلاج و اهرم کلاج وارد میکنه که همین نیرو باعث درگیر شدن بربرین کلاج و تا حدودی درگیر شدن صفحه کلاج میشه. تو خیلی از موارد چون این فنر به صورت کامل در هنگام عملیات کلاجگیری بر نمیگرده و عقب نشینی نمیکنه، کلاج به صورت نیم کلاج درگیر میمونه و صفحه به صورت کامل میسوزه. این هم یه نمونه کابل کلاج رگلاژ دستیه که این کابل کلاج خبری از فنر نیست و هیچ نیروی پشت سیم کلاج به اهرم کلاج ما نیست که بخواد دیسک و صفحه و بربرین کلاج ما رو تهدید کنه و هر جا که دوست داشته باشید میتونید کلاجتون رو با این مهره رگلاژ کنید.